یکی پول داده؟ تا بکشمت. من بردگه پولم. دهنتو باز کن. دونسی این شمشیر آبی و بلند شمشیر محافظ امپراتور ژیالونگ بود. میگم بعد مرگش توی مقبره ژینگ شرقی تو هیبیده همراش دفن شده، اما جنگ سالار ساندیایینگ میخواست اونو به دست بیاره و از مقبره دزدیدش. اینو بدونید. بعدن مجبور شد اونو به افسر اطلاعاتی دایلی بده و اونم میخواست به چیانگ کایشک تحویلش بده، اما شمشیر افتاد به دست جاسوس ژاپنی یوشیکو کاواشیما. بله میگن شمشیر انقدر تیز بود که میتونه سنگ و 2 دست بکنه. چرا باور نمیکنی؟ نه چرا مسخره میکنی؟ استاد فان میخوای شمشیر بفروشی؟ آره میخواستم، اما دیگه نمیخوام. میخوام راجع به برادرم بپرسم. میدونی کیه؟ دومزی. اونو 20 سال زندانی کردین. چرا؟ آخه واسه چی؟ آزادش کنین. بجنبین سریعتر. این کار خوبی نیست. تکون نخور. یه قدم دیگه برداری اینو جا در جا میکشم، میزنم مغزشو میپکنم. جلو نیاکوی، تو برنده نمیشی. جیگونده رو خبر کن. چی جیگونده؟ هر کی بیاد مهم نی، اصلا اهمیتی نداره. آهای بذارید رد شیم. برید کنار. کای اینطوری داری از ورودی محافظت میکنی؟ الانم که این ولگر رئیس و گروگان گرفته. کی بازنشسته میشی؟ خب دیگه واسه همین گفتم تو بیایی دیگه. من فقط مراقب در ورودیم رئیس کو. جیگونده میخواد نجاتت بده. شام مهمون جنابالی هست. خودت باید بخری. فان جیگا تمومش کن. بزنش. درد سر ما رو کم کن. اونا رو ببین دخلتو میارن. من نمیخوام بکشمش، فقط میخوام دوگزی رو آزادش کنیم. بره دوگزی؟ آره. تو چه مرگی؟ چی گفتی؟ چشماتو باز کن و بگو کیو میبینی؟ چی گنده؟ خوبه که میدونی 20 سال قبل من به دوگزی شلیک کردم، پس به جای اون منو بکش. جرأتشون بده. خوبی رئیس؟ خوبه. نه دوگزی نمارده. همه تون تو تله روح افتادید. همه تون گرفتار بشه. نه متفرق شید، زود باشید. بفرمایید سفارشتون. رئیس گو 200 یوان بهمون داد تا ازمون تشکر کنه. کارت خوب بود. نوشه جان. قانون رو میدونه. هیئت انضباطی با گو حرف زدن. راجع به چی؟ تحقیقات جنایی. آسا چه تحقیقاتی؟ من فقط یه جورایی دربانم، اصلا ربطی به من نداره. تو دربانی؟ از من بپرسی بیشتر شبیه یه بازرس چاپلوسی. دربان کجا بود؟ جیانگ هو گزارش شده بود، رشوه گرفته بود، خیلی ها تعلیق شدن و همه رو احضار کردن. نمیدونستین؟ تو هم دستشی؟ نگو چه دستی مثلا؟ اون اهل این چیزا نیست. بعدش هم اگه هم باشه کفاره جرمشو میپردازه. کارای خوب میکنه. اگه دست داشته باشم میدونم که شماها پشتشین. کجا داری میری؟ میرم دستشویی. میای؟ خیر سر خودت. شاگرد لینان مسئول جرایم اقتصادیه، حتما به تو یه کار بزرگ میده. آره شنیدم یه پرونده بزرگ هست. خب که چی ها؟ همیشه هست دیگه.
شنیدم واحد جرایم اقتصادی میخواد یه تیم کارگاهی استخدام کنه بدون محدودیت سنی. میدونستی اینو؟ درسته. تو بیا تا با هم کار کنیم. این دیوونگیه. من میخوام تا بازنشستگی دستور اجرا کنم. خیلی این کار دوست دارم. چرت نگو. همسرت یه بانکدار بزرگه که پول داره. تو یه گرفتن سپارده کمکش کنه، یه ویلای ساحلی بگیرین. به نظر عالی میرسه. البته تو بخوای زود بازنشسته بشی. گرفتن سپرده قانونیه به نظرت؟ معلومه که نه. امتحانت کردم، خودتو کنترل کن. زدی پاما له کردی مگه کوری؟ باتم نمیبینی سرم شلوغه؟ دارم زور میزنم. داری چی کار میکنی؟ با تو حرف نمیزدم. منظورت چیه؟ منظورت چیه ها؟ هی چه خبر شده ها؟ چه خبره؟ بکشید کنار، زود باشه اینجا. چه خبر شده؟ ببین چی کار کرد؟ کفشمو له کرد. ببین رفیقم دیگه فرتوته. من از طرفش عذرخواهی میکنم، واقعا ببخشید. تو کفشمو لیست میزنی؟ تمیزشون میکنی؟ میخوای من لیستشون بزنم یا اون؟ ایشون احتمالاً همسن پدرته. بابام خیلی از شما جوان‌تره. دارم جدی میگم، باورتون نمیشه؟ خیلی خبرون باش. بزنینش. دعوا نکنید. خیلی خبر شده. میدونی اون کیه؟ بابامه. نمیتونم بابامو بزنم. کارو میکنی؟ اینم غیر قانونیه. اون پلیسه. خیلی جرأت داری. بلند شو. اصلا از کجا میدونی پلیسن؟ حواستو جمع کن. بفهم دستو کی بلند میکنی. میتونه بندازت دلافتوری. خب که چی؟ اگه روح هم اینجا بود میگفتم اونم کفشمو لیست بزنه. برام مهم نیست. برام مهم نیست که پلیسین. برام هیچ اهمیتی نداره. برام مهم نیست دوستای روحین. فقط چون هم سن بابامه میذارم بره. میفهمید چه میگم؟ حالا گم شین. حالت خوبه آره؟ چرا گفتی من پلیسم؟ نباید این کارو میکردی. نباید این کارو میکردی. خوشم نمیاد. تحت کنترلم بود. آروم باش. خوبی؟ شنیدم خواستی منو بکشی. من جرأتش ندارم. حالم خوب نبود. خواستم پلیسا رو بترسونم. خواستی پلیسا رو بترسونی؟ من که یه روح واقعی نیستم. نمیدونی با پلیسا در نمیافتم؟ ما یه قانون داریم. با پلیسا در نمیافتیم. فهمیدی؟ آره. ببخشید رو. ببخشید. دهنتو باز کن. یادت نره ما با پلیسا کاری نداریم. یه دندونه طلایی بهش بدی خوشگلش کنه. رو برگرد بذار اسم گروهت بشم. هی آدم معروف فضای مجازی، برو تو ماشینت دیگه زن. با تو چقدر خشین. سوار ماشینت شو. صبح بخیر. صحبت بخیر. کای ترسونده. بگو ببینم تو چه فکری بودی؟ فکر میکردم زمین کی قرار منفجر بشه. ببینم اینا دیگه چیه دنگ؟ امروز دارم بازنشسته میشم. عالیه. به حساب من جشن بگیریم. منم فردا بازنشسته میشم و جفتمون میتونیم بریم ماهیگیری. عکسامو زیر رو میکردم، به این جواهر رسیدم. چیه؟ نگهش دار. تماس برای قایکای. خیلی ممنونم.
الو. به من ربطی نداره، بیخیالش. قربان بفرمایید. قرآن شو. بفرمایید. نمیبینی صندلی کمه؟ بیا اینجا. لازم نیست. سر پا راحتم. قرار شده بیام و گوش بدم و پیشنهاد بدم. ماه گذشته یه نامه ناشناس دریافت کردیم. یه گزارش راجع به ژینگ ژیائومین بود، رئیس هواماو. توی ارسال پول به خارج نقش داره. از طریق یه دوست به یه کارمند بانک به اسم لیاو جونفنگ معرفی شده. خودشه. لیاو ادعا کرد میتونسته به طور قانونی 30 میلیون یوان واسه ژیائومین انتقال بده، اونم با دستمزد نیم سنت واسه هر یکی. به من گفتن که یه لحظه صبر کن. لی بیارش جلوتر. باشه. نزدیکتر. خب داشتم میگفتم. باشه صبر کن. حالا بگو. همونطور که میگفتم من 30 میلیون دریافت کردم، پول نقد، اما دادمش به صورت بادی. باور کنید که من اصلا نمیدونم اون پول کجا گذاشته. صورت چی؟ ها؟ گفتی صورت بادی؟ آره صورت بادی دیگه بابا. اون حق انتقال ارز خارجی نداشت، ولی با بانکدارای زیرزمینی ارتباط داشت. این پولشوییه. از خودت یه اسم الکی در آوردی تا پولا رو برای خودت نگه داری. کارمون تمومه. به دادستان یه احضاریه خالی بفرست. اون عوضی حداقل باید 8 سالی تو زندون سر کنه. فهمیدی؟ 8 سال باید بره تو زندون. گوش کنین چی میگم، اسم واقعیش پیژانگه. به خدا راست میگم. چطوره که سری قبل یه اسم دیگه گفتی؟ حتی اگه این اسمت هم درست باشه چطور تونستی بهش 30 میلیون پول نقد بدی؟ 30 میلیون ها؟ اونم بدون هیچ قبض و سندی. منو احمق فرض کردی؟ بهشون 0.3 از هر سنت دستمزد میداد تا پولشویی کنن و پول بفرستن خارج. سهم خودش 0.2 از هر سنت بود. 0.5% دستمزد میشه 150,000 یوان. 0.3 به بانک میرسه و سهم اون میشه تقریبا 60,000 تا 60,000 یوان. داری دروغ میگی؟ خودت پولو برداشتی؟ مطمئنم. نه به خدا من بر نداشتم. اولین بارم نبود که این کارو میکردم. از کجا میدونستم میخواد گولم بزنه؟ خب چند بار این کارو کرده بودین؟ طی 2 سال گذشته لیاو از طریق پولشویی حدود 1 میلیون یوان درآمد داشته. یعنی اون میلیون ها یوان واسه چندین مشتری پولشویی کرده. این فقط نوک کوه یخه. گفتی این اولین بار نبود، درسته؟ منظورت چی بود ها؟ نه واقعا اشتباه متوجه شدین. من اینو نگفتم. اولین بار بود. واقعا اولین بار بود. من اینو نمیشناسم. باور کنید. خودتی. امروز خواستیم بیای اینجا تا یه تیم کاراگاهی تشکیل بدی و تو سرپرستشون باشی. چی میگی؟ ببین کوی، تو تیم جرایم اقتصادی تو رو بیشتر از همه قبول دارم. هر بار حرف پرونده های تو میشه اول از همه ازت حمایت میکنم. اعصابم که ندارم. منم زبونم تنده، با مردم زد خوب نیستم. این کار میدون مینه. مینا رو خونسا کن. به افتخار میرسی. شلوغش کنی مینا منفجر میشن. آخرش بد میشه. پس هیچ کس توی تیم این کارو نمیخواد. واسه همین اومدی پیش منم میخوای برم توی میدون مین؟ واقعا که کارت خیلی درسته. بگو جز جیگنده کیو میتونم انتخاب کنم؟ هر کیو. یه کارگاه خوب دیگه بیار. هر تیم 4 تا افسر میخواد. الان یکی رو واسه انجام وظایف میخوای. رئیس گو. بذار معرفیش کنم. لیو، جوونا تو بخش فناوری خوبن. افسر پن. رئیس تو هم توی تیمی. چه تیمی؟ تیم پرونده فعلی. کوی خواسته که تو رو بیارم. برای قربان. داشتم شغل جدید پنو بهش اطلاع میدادم. الان میام. باشه. اومدم. حالا باید دستورات کوی رو اطاعت کنم. واقعا که منم 3 رفیق قدیمی. مدیر دوبلاژ علی باقری.
این یه پرونده ویژه است. تیم جرایم اقتصادی با تیمای جنایی گشتی همکاری میکنن و این مرد جوان باید از بیرون تحقیق کنین تا دشمن متوجه چیزی نشه. لیو. بله. افسرهای پلیس مغز و جربوزه لازمو دارم. منظورم از جربوزه همون جسارت هره. منظور از مغزم باهوش بودنه. اما مغز و جربوزه با اعتماد به نفس میان. اعتماد به نفسم میدونی که چی میشه؟ یعنی باید بیشرم باشی. اینو باید از پن پیر یاد بگیری. فهمیدی؟ آره همینی که گفتم. بیشرم منم تویی که توش واردی. به خدا چاقو رو برمیدارم هر جا که خورد. سری بعد باید جلو بشینم وگرنه به حسابت میرسم. آدمت قابل اعتماد جی گنده. قبلا خیلی لات بود. درگیر مواد شد. اگه صورت بادی خودشو به این دلالا نشون داده باشه باید با همین یارو حرف بزنیم. داغه. تازه برگشته. همینجا باید باشه. و کنار دیوار دستشویی کرده. ونگ و شنگ بیا ازم خواست یه چیزی برات بیارم. بذار ببینم زخمی شدی؟ بذار نگات کنم. چیزی نیست. درو باز کن. چیه؟ چی میخوای؟ چی میخوای؟ بلند شو. چی گنده؟ حمله به پلیس؟ شکر خودم چه میدونستم پلیسه. آروم باش دیگه. صورت بادی رو میشناسی؟ صورت بادی میشناسمش. تازه وارده. محلی نیست. از شمال شرقی اومده. پولشویی میکنه. وام میده. وقتی دیوونه میشه کلا میره تو فضا. صورتش هی میچرخه. نمیخواد جزئیاتشو بگی. حرف بزن. انبار دارن؟ آره هتل پای مال کله بیلیه. چی گنده. قوانینو میدونی. منو لو نده. خودتو ببین. با این سن و سال هنوز حرف این چیزا رو میزنی. نمیتونی یه زندگی عادی داشته باشی؟ زندگی عادی کجا بود؟ اونم واسه کی مثل من. راه فراری ندارم. پول. ما پولی نداریم. آخه کی پول نقد داره؟ کلی برنج فروشی و کباب فروشی تو این خیابون است. همش مال کله بیلیه. اون یه گنگستر بود. دست راست روح بود. ما چند باری گرفتیمش. بلیف کن زنگ بزن. نیروی کمکی لازم داریم. من میرم. خیلی خوب باشه. ببخشید. عذرخواهی میکنم. بله. اتاق خالی دارین برای من؟ بله. خوبه. ما از تانجین اومدیم. یه گروه بزرگیم. 3 تا اتاق میخوایم اگر که لطف کنیم. اتاق خالی داره. آها. بیاین. بله. اتاق تکی میخواین یا 2 تخته؟ حالا یکیشو نشونم بدین. این یکی رو نشونم بدین لطفا. بله. آفتابگیره؟ بله آفتابگیره. بفرمایید. لطفا 3 تا اتاق بدین. خیلی بله. ممنونم.
شما کی هستی؟ ها؟ شما کی هستی؟ دوربیناتون رو روشن کنید. زود بلند شو، بلند شو. زود باش. بارو جام زود باش. قربان چیه؟ قربان مادرم خیلی مریضه. میشه به دوستم خبر بدیم بهش سر بزنه؟ خواهش میکنم لطفا کمکم کن. خانوادم قدردانتون میشن. بهتون 1 میلیون میدم. چقدر؟ 1 میلیون. تا فقط یه پیغام بفرستم. آره همه پدر و مادر داریم دیگه. اینجا نقطه کوره، جای مناسبیه. دوربین نمیتونه اینجا رو بگیره. اینم یه برتریه. دوربین نمیتونه ببینه من چی کار میکنم. پاشا زود باش، زود. کای تا اینا یادش دادی؟ بچه باهوشیه، خیلی زود یاد میگیره. گفتی بزرگترین کارت انتقال 5 میلیون بود، اونم نقد. درسته. تو چی بود؟ یه کیف. مطمئنی؟ قربان وقتش یه درسی بهت بدم. وزن اسکناس رو بگم 1 و 15 گرم 1 میلیون میشه 11500 گرم. 5 میلیون میشه 57500 گرم، یعنی 57.5 کیلو. 5 میلیون بعد خیلی جا بگیره این 5 میلیون. تازه ممکنه نمم داشته باشن. اون وقت میشه 70 کیلو. میتونی حملش کنی؟ حالا که درستو یاد گرفتی حقیقتو بهمون میگی؟ باشه، اون پول من نیست، ربطی بهش ندارم. جواب سوالاتون رو دادم، اما باید مراقب من باشین. ازتون خواهش میکنم. قضیه 30 میلیون چیه؟ همیشه پول رو به جای خاص میبرم. ماشینا میزنم اونجا، با تاکسی برمیگردم. فقط مکان رو بلدم، هیچ وقت کسی رو ندیدم. دوربیناتون رو روشن کنید. باید خبر میدادیم. نگران نباش، دوربینا میگیرن. این واسه توه. مال خودت بیمزه. چی گنده؟ 30,000 کیلووات در آن پایین ساعت. باید یه چیزایی باشه. مثلا موش؟
یعنی ممکنه طلا باشه؟ وای ببین چقدر پول. گوشیتون رو در بیارین و فیلم بگیرین تا کسی برامون پاپوش ندوزه. حدود 1 میلیارد توی این کانتینر 1,400,000,000 پول هست. باورتون میشه؟ چقدر؟ 1,400,000,000. 1,400,000. خبر فوری. پلیس پرونده اقتصادی بزرگ رو حل کرد. سرنخ مهمی توسط یه شهروند به پلیس داده شد و تحقیقات راجع به حساب بانکی مظنون آغاز شد. با کمک بانک مردمی، چین و واحد جرایم اقتصادی، جنایی و واحد گشتی به همراه مدارکی از استانهای گوانگچی و هلیونگیجانگ 40 متهم جنایتکار بازداشت شدند و 4 میلیارد یوان پول ضبط شد تا این پرونده حل بشه. و در حال حاضر پلیس همچنان به دنبال این جنایتکارانه. رؤسای گروه تبهکار چن موآها و یومولینگ بودن که 3 میلیارد پول رو به خارج فرستاده بودند. امروز صبح نیروهای پلیس در حال جشن گرفتن هستند. طبق اعلام واحد اهدای جوایز پلیس، تیم افسر کویتی جون نقش مهمی در این عملیات داشتند و همگی یه مدال درجه 2 دریافت کردند که این باعث افتخار همه ماست. لیو حاضر. بیا. تو ولش کنی. چه خبره؟ اینطوری ازم محافظت میکنی؟ خودم به حسابت میرسم. نوبت توه. ببینم بلدی بشماری؟ قراره بشماریم آره؟ بیا با هم بشماریم. بیا. خب بیشتر این که چی؟ من جوان مردانه بازی میکنم. با دوئل موافقی؟ قبوله. تقصیر ما بود، ببخشید. برو اون ور. دستتو نزن بهش. قد زدیاره؟ بیا. عاشق خشم ملتم. ببری گوش کن، منو خراب نکن. بس دیگه. تمومش کنی. بیا. تسلیمی؟ من ژینگم. بذاریم برن. مگه تو بابامی؟ بهم دستور میدی آره؟
پس تو جناب روحی. میدونم رئیس جفتمون یکیه. پس میذارم بری. پول درمان بچه ها رو بده. اون وقت بی حساب میشیم. باشه، بهش میگم بده. اگه دل دعوا میخواد من پایم. مشکلی ندارم. نه. آقای روح، همینطوری میری؟ خب تو بهم بگو چطوری باید برم؟ بای بای. با فریاد زدن چیزی حل نمیشه. لطفاً آروم باشین. لطفاً گوش کنید. من مسئول تحقیقات جرم اقتصادی ام. اگه مشکلی دارین بیاین اتاق خواهش میکنم لطفاً آروم باشین. لطفاً فریاد نکنین لطفاً. گوش کن، 3 نکته. شماره 1، هر کی ضربه دیده توضیح کتبی از رئیس میخواد. خب 2، یکی رو بیار که توی حرف زدن ماهر باشه و قوانین رو بگه. میشنوی فریاد میزنن اونا، چون هیچی از قانون نمیدونن، چه برسه به پولشویی. به چند نفر بگو کانتینر رو خالی کنن. اونا میتونن به اسم واقعیشون شکایت بکنن. بذاریم معرفی کنم. رئیس چو از تیم تحقیقاتی استانی جرایم اقتصادی از طرف مرکز به ما پیشنهاد شده تا کمیسر سیاسی تیم ما باشه و با همون همکاری کنه. بهش خوش آمد بگید. راحت باش، من باید به یه جسد رسیدگی کنم. شما ادامه بدین. لو، من باید برم. باشه، سعی میکنم همه ی حرفامو خلاصه کنم. تا الان 1,400,000,000 پول نقد ضبط شده. 1 سنت هم از کشور خارج نشده، که یعنی پرونده ادامه داره. همین. الان بهترین دوران اجرای پرونده های جرایم اقتصادی توی تاریخ این اداره است و توی این قضیه هیچ شکی نیست. بله درسته. آفرین به شما. کار بعدی ما تحقیقات راجع به مسائل مرتبطه و کنار گذاشتن باقی چیزا. در مورد پولهای بلوکه شدم تا جایی که ممکنه آزادشون میکنیم و برشون میگردونیم. هر سنت پول مملکت به مملکت 513 تا حساب به این پرونده متصله. 4,385,000,000 پول نقده، 1799 نفر آدم، 14 تا شرکت. واقعا باید گفت همینه؟ مقابله کردن با جرم و جنایت یعنی ریشه کردن شیطان. به نظرم قبل از بسته شدن پرونده آزاد کردن اینطوری پولها یعنی خوشحال کردن. به هر حال جنایتکارها اهمال کارن. آفرین افسرگاهی، آفرین. اما ما فقط چند تا افسر داریم و چند تا پرونده دیگه هم در جریانه. همونطور که افسر لو گفت، نقطه شروع این تحقیقات کلاهبرداری کارمندای بانک و همکاری با بانک‌های زیرزمینی بودش. باید مطمئن بشیم هر کس به پرونده مربوطه تحت پیگرد باشه. اول مشکل اصلی رو حل می‌کنیم و بعد روی پول تمرکز می‌کنیم. من میرم دست به آب. به نظر من حرف جفتتون درسته. باید ببینیم رئیس چی میگه. آقای پن، به نظر شما ما باید چی کار کنیم؟ از منظر قانونی با جناب کوی موافقم. در مورد پرونده های فساد میشه به راحتی پولو گرفت. وقتی پرونده حل بشه مسئله پولم حل میشه. من فقط یه سربازم. هر وقت جنرالم بگه می جنگم. البته اگه رئیس بخواد بازیکنای اصلی پرونده رو ببندن و بذاره ما کار خودمونو بکنیم، من هیچ شکایتی ندارم. رومان حساب کنید. این چطوره؟ تیم تحقیقات بیشتر راجع به پرونده تحقیق کنه. این خوبه؟ نظرتون چیه؟
من سال 1967 به دنیا آمدم. توی 19 سالگی آکادمی پلیس رو تمام کردم. 33 ساله که مشغول خدمتم. بازنشستگیم هنوز تایید نشده. عیبم نداره، مهم نیست. اصلا میتونم نگهبان ورودی باشم. آخر سال خدمتم تموم میشه. یونیفرم من بالاخره در میارم. این پرونده به نظرم پیچش من سال 69 به دنیا آمدم. 30 سال مشغولم. آخر سال بازنشسته میشم. 5 سال 67 به دنیا آمده. واسه بازجویی کردم باید با تجربه باشی. قدیما کار پلیس سخت بود، اما حس خوبی داشت. خلافکارا هیچ شانسی نداشتن. اگه جسارت داشتی هر کاری میتونستی بکنی، اما دیگه نه. این خیلی بده. ببین چی میگم کای؟ اگه از من بپرسی من میگم حمله کنیم خیلی بهتره. تیم جرایم اقتصادی قدرت داره و پشتوانه داره. ما باید حمله کنیم. کار تیم جرایم اقتصادی دقیقا همینه، حمله به اون لعنتیای عوضی. اما باید بگم مراقب پشت سرتون باشین، توی تله نیفتین. تولدت مبارک. تولدت مبارک. برو خونه، من امشب تنها میخوام. مبارک. سرم شلوغ بود. تولدت کی شده یادم یادت بمونه. گوش کن جیگنده، هر کاری میخوای بکن، فقط درد سر درست نکن. روح اومده بود دنبالت، پای منتظره. به تو هشدار دادم که به هوا نزدیک نشی. آخه چاره‌ای نداشتم، میفهمی که. تو چی میخوای؟ ببین شنیدم یه پرونده دارین. چطور مگه؟ پول تو هم اونجاست؟ پول من اگه این کاره بودم که تا الان پولدار شده بودم. اما درسی که بهم دادی و کاملا یادمه. کاری با پول کثیف ندارم. ولی پول یکی از دوستات وسطه. نه اون دوستم نیست. ببین یه لحظه میشه از پرونده فاصله بگیری؟ داری تهدیدم میکنی؟ من همچین کاری نمی کنم. یه هشدار دوستان است. این آدم قابل پیش بینی نیست. این یه مسئله خیلی جدیه. ترجیح میدم بمیرم تا اینکه بخوام تسلیم بشم. گمشا. چی کار میکنی؟ برام مهم نیست منو دوست خودت ندونی. اگه دونگزیو نمی کشتی ما امروز اینجا نبودیم، میفهمی؟ واسه هممون مثل خانواده ای. من همیشه گفتم باقیشم دیگه دست سر نوشته. آهای آهای این ور. چی گنده؟ تکن بخوری میزنم. نور بالا انداز بی پدر. هیچ وقت به جلسات تجدید دیدار نمیای؟
میترسی ازت پول بخوام؟ سرم شلوغه. تیم جرایم اقتصادی. چرا میپرسی؟ پرونده پول شویی. حتما کلی پول گرفتین. منظورت چیه؟ هیچی. برام یه کاری کن. اگه بتونی پول آزاد کنی خیلی عالی میشه. من که رئیس پلیس نیستم. رئیس بودن خیلی راحته. کار افسرهای بی ثباتی مثل تو که خیلی سخته. پن یکم انعطاف داشته باش ها؟ میخوای کف دست کیو چرب کنی؟ وقتی پول دستت بیاد پول شویی میکنی یا از مالیات داری؟ ازم بازجویی نکن. مجرم که نیستم. بگو ببینم حاضره یا نه؟ سیرابی یا افسر پرونده؟ بیا. زیادی پخته. 8 بار باید حتما بچرخونیش. قانونشه. دوست من، تو همیشه بهم گفتی میخوای بعد بازنشستگیت یه کاری بکنیم. یکی از دوستم یه شرکت حقوقی زده. یکی با ارتباطات پلیسی میخوان. خانومم منتظره، نباید دیر برم. میفهمی که ای صبر کن. حرف منو گوش کن. با زمان پیش برو. منابع به اشتراک بذار تا همه برنده بشن. بعضیا همه میفروشن، بعضیا هم رقابت میکنن، بعضیا هم از پشت خنجر میزنن. دوست من، ممنون که به فکر منی. من همینم. عوض نمیشم فعلا. فعلا. خیلی سرت شلوغه. 5 دقیقه دیگه این ویدیو واسه زنت فرستاده میشه و آنلاین پست میشه. رؤسای بانک‌های استانی آقای ژونگ و آقای کی هم میبیننش. 1.5 میلیارد از شرکت حمل و نقل سانلی انتقال بده به این حساب. به اون کل زر نزدیکتر شو وگرنه اوضاع ناجور میشه. چه شده؟ تا چیزی نشه اینجا نمیای. کاسبی خوبه؟ راحت نیست. از سرویس های سدان بگی تا تاکسی های دیدی. تاکسی رانی راحت نیست. فقط بخور نمیره. پس کارت خوبه. سوپرستار تاکسی و همیشه درست کار. یه شهروند نمونه. اگه چیز دیگه ای خواستین به هم بگین باشه. یکم جیگر میگر با سیر واسم بیار. حتما. چه خدماتی میخوای؟ چند نفر رو تعقیب میکنی؟ به طور آشکار؟ چند نفر؟ معلومه که آشکار. 3 ماشین کافیه. رو این 2000 تا بازم بهت میدم. خیالت راحت باشه. منو مشتریت نکن. نمیخوامش. جمعش کن. پولی که دارم بهت میدم کافیه. بگی. تو صاحب املاک جولی؟ بله درسته. قیمت خونه تازگی ها بالا رفته؟ فقط یک کم. گفتین بیام تا راجع به خونه وانک سیوی بپرسین. اون ربطی به املاکی من نداره. وانک شاید بیگناه به نظر بیاد اما از درون فاسده. خونه رو به عنوان وثیقه برداشته. چطور میشه فروختش؟ کمیسیون تو چقدر بوده؟ از هر سنت 2.5 بهم رسید. اما چیز زیادی برام نموند.
هر ماه چقدر درآمد داری با حساب کمیسیون؟ متوسطش حدود 1200 میشه تقریبا 20% از 2.5% هر معامله. کلن یه چیزی حدود 10,000 تا در ماه. این قضا نیست. همین قده. من که درآمدی ندارم. گاهی به زحمت یه کاسه نودل میتونم بخورم. چطوره که تو حساب بانکیت 1 میلیارد هست؟ اشتباه شده؟ ها؟ جدی میگین؟ تو نماینده قانونی شرکت املاک جولی. طی 6 ماه گذشته بیش از 1 میلیارد به 300 تا حساب منتقل کردی، از جمله چن جیهاو، ییپیلینگ و ژانگ ویجی. تا اونا رو بفرستشون خارج و خودت خبر نداری؟ شاید بهتره خشن‌تر باهات رفتار کنیم، ها؟ این مرد رو دیدم. کجا؟ اون مسئول بردن پول نقد به انبار بود. تو فیلم گرفتی؟ جرئت نداشتم فیلم بگیرم. میفهمیدن اون وقت دخلم میاد. چیا؟ میخوام همه چی رو بهتون بگم اما چیز دیگه این نمیدونم. فقط میدونم خیلی ریشه دارن. نمیپرسیدم، باور کن. مدل اون ونو یادت میاد؟ GL8 آبی جواهری. شماره پلاکش رو یادم نیست. یه GL8 قدیمی بود. شیشه‌هاش برقی نبودن. یه دونه دکمه سفید کنار پنجرش داشت. آبلیا، تصاویر بیشتری از دوربینه ساحل بگیر. دنبال یه ون آبی مدل GL8 میگردم. رئیس جنگ، راجع به پول به پلیسا چی گفتی؟ فقط گفتم پول مال من نیست. گفتی مال کیه؟ نه نگفتم، اما اونا پرسیدن. تو باید بری. کجا؟ خارج. نمیشه؟ نمیشه. این یادت بمونه، اگه اون ورگیر بیافتی اصلا نباید از رئیس هوانگ چیزی بگی. مخفی شو و یکم بعد اوضاع آروم میشه. باشه؟ پس زن و بچه هم چی میشن؟ ما مراقب اونا هستیم. میکشم از جنگ. برو گم شو. لعنتی. آقای کای پیداش کردن. ون مال دی رونگ باوه، مالک اصلیش هوانگ یوفاه. اینم فهمیدم که ژی جونگ باو یه هواپیما واسه تایلند گرفته. باشه. سلام آقایون، من ژی جینگی هستم، نماینده رسمی دیرونگ ما یه پرونده تحقیق میکنیم. دنبال یه خودرو هستیم که به نام شرکت شما ثبت شده. این شماره پلاکشه. بفرمایید نگاه کنین. همینه. اون خودرو چه مشکلی داره؟ چیز چندان خاصی نیست، اما میخوایم که چک کنیم. اگه مشکلی وجود نداره پس از نظر قانونی اجباری برای همکاری ندارم. امیدوارم درک کنی. متوجه هستی؟ اون خودرو دست کای بینه. روز همگی بخیر. من شینگوانگ میگم، مشاور ارشد دی رونگ باو. افسر کای، میدونم شما یه مأمور وظیفه شناسین و همینطور یه پدر وظیفه شناس.
کار پلیس مبارزه با جرایم، کار یه پدرم، ساختن یه زندگی شاد و مفرح برای خانواده خودشه. باید بدونی که دیرونگ با کاملا قانونیه. ما روابط خوبی داریم. به هیچ وجه زمین نمیخوریم. اینجا 24 تا کارت بانکی است. 2,400,000 به نام کوی بینه. همه رو شخصا سپرده گذاری کرده. میتونین دوربینای بانک رو بررسی کنین. چی میخوای؟ از جلوی چشام گم شو. تمام پولای بین قانونیه. گم شو برو. چی کار میکنی بیشور؟ بین از کارت توی دیرونگ با استعفا بده. چرا باید این کارو کنم؟ خلاف که نکردم. تو خلاف نکردی، اما دیرونگ با کرده. اون پولا کثیف رشوه. تو اینو میدونستی یا؟ نمیدونستی؟ من که رسمی نیستم. چطور میتونم رشوه بگیرم؟ عادلانه به دستش آوردم. کار شرکت هیچ ربطی به من نداره. ولم کن. این 10 سال سپرده و پول خرید خونه است. اون پولو پس بده یا خودم دستگیرت میکنم. از امروز به بعد فرمانده کویتی جون از کارشون تعلیق میشن. لطفاً آروم بشین. خواهش میکنم آقا. وایسا. بشینید. 500 میلیونی که زنم بابت شراکت باهاتون گرفت مال دیرونگ باوه. داره. شرکت باید پولش رو سرمایه گذاری کنه. جاش مهم نیست. میدونی اون کمیسیون میگیره؟ 0.3% از هر سنت. رئیس بانک بهم گفت. میخوای منو پایین بکشی؟ تو الانم ته چاهی. بیا. فردا تولد دخترته. بیا. یه چیز خیلی خوب براش بخر. غذا آوردم. دستاتو بشور دخترم. باشی. من غذا سفارش ندادم. ترسوندیم. واقعا غذا گرفتی؟ چی برات گرفتی؟ غذا گرفتم. ممنونم. برو قبل شام دوش بگیر. بوی خلاف میدی. تو هم بوی پولای بانکو میدی. میدونی؟ میشه بگی این تو چیه؟ ها؟ پول. آروم لطفاً دقت کنید. آروم بیارینش اینجا. مواظب باشین. بیاین اینجا. لطفاً با دقت حملش کنید. از این طرف. دنبالم بیاین. مواظب باش. بیارش پایین. آروم. بذارشون تو لابی. ببرینشون. بله. توی مکاو اینطوری زانو زده بودی تا التماس کنی که بدهی قمار باباتو پرداخت کنم و تو رو قبول کنم. میفهمی که چی میگم؟ همه چی به من برمیگرده. هی! 40 سال گذشته. خیلی سختی کشیدم، اما الان همه چی آرومه. رئیس، تصمیم گرفتم این سختی ها رو بگذرونم.
من تو سختی ها؟ به این میگن روحیه. باید قوی باشی. چای تو بنوش. رو بیا یکم چایی بخور. توی این کار چه قانونی باشی چه نه باید بیرحم باشی. اگه اول حمله نکنی فکر میکنن منفعلی و بعدش این 3 تا گرگ باقی گرگا رو خبر میکنن و وقتی گاز بگیرن حمله کردن راحت نیست. رئیس وانگ، ببینم شما پسر افسرکوی و درگیر این ماجرا کردین؟ که شده از این کارای پس انجام بده. کار اون بود. تو هم باید قدردان باشی. اگه اون وکیل رو استخدام نمی کردم و یه آدم ساده لوح پیدا نمی کردم تا الان تو زندان پوسیده بودی. شما باید قدردان باشین. این همه سال اندازه سهمم کارهای کثیفتون رو انجام دادم. خیلی مغرور نشین. میدونم. ترسیدی از اون پلیسا. بی خیالش. اگه انجامش نمیدی یکی دیگر رو پیدا میکنه. این کار قوانینی داره. ما با پلیسا کاری نداریم. مثل 20 سال قبل راحت نیست. حالا که اصرار داری بری مجبورت نمیکنم بمونی. تمام سوابقتم بذار اینجا بمونه. نمیتونم. میخوام یادگاری ببرمشون. بذارین برن. برو دنبالش. جفتشونو بکش. چقدر میخوای؟ 30 میلیون کافیه. پدرخوانده، من ازت مثل چشمای خودم محافظت میکنم. فعلا. سلام کای. تو یه اسب سیاهی. یعنی چی؟ اون افسر مواد مخدر دونگزی جیا او جونگبینو کشته بود. اون چیه تو بود؟ تو تحقیق کردی؟ چرا که نه؟ از چیزی میترسی؟ جیا او جونگبین برادر من بود. مادرمون یکی بود. بعد جدایی والدینم اسم مادر من انتخاب کرد. خب اگه جیا برادرش بوده چی میشه؟ چی رو ثابت میکنه؟ توی مدارک پرونده جدا از روح و دونگزی که کشته شد هوانگ یوفا هم هست.
به عنوان شاهد اسمش اومده. طبق مدارک قبل اینکه دونگزی به جیا و ژینگبین شلیک کنه، هوانگ یوفا به دیدن دونگزی رفته بود. هوانگ یوفا کسیه که از پشت پرده دیرونگ باو رو کنترل میکنه. حالا بگو چه ارتباطی بین هوانگ یوفا و مرگ برادرت وجود داره؟ دونگزی قبل از خبرچین شدن رئیس برادر من بود. پلیس ها میخواستن یه باند مواد مخدر دستگیر کنن و نزدیکم شده بودن. برای همین رفتن سراغ دونگزی. اون بیرحم بود، به درونشون نفوذ کرد. اوایل طبق قانون و مقررات پیش میرفت و به برادرم اطلاعات میداد. حمله کنین! اما به زودی خودش هم درگیر مواد شد و کنترلش رو از دست داد. وقتی برادرم راجع به اون باند تحقیق میکرد، فهمید خبرچینی توی بانک هست، کسی که اون بانک زیرزمینی رو کنترل میکرد. هوانگ یوفا. دقیقاً درسته. یکی پول داده؟ تبا کشمت! هوانگ یوفا دونگزی رو لو. تو مدارک رو جلب کردی تا صحنه رو عوض کنی؟ پرونده کلاهبرداری هم از طرف تو اعلام شد. وقتی رئیس گو اومد سراغت همه چیز رو حاضر کرده بودی. هدفت بانک غیرقانونی نبود، بلکه خود شخص هوانگ یوفا بود. درسته؟ تا هم 20 سال پیش اون تماس گرفتی راجع به پرونده بهمون هشدار دادی. دونگزی قراره تو خیابون صدام معامله رو انجام بده. پلیس های واحد اقتصادی؟ تفنگ ندارن، واحد جنایی چرا؟ منم گلوله های تو رو قرض گرفتم. کثافت! هی آروم باش. آرام. کجایی؟ من نمیبینمت. من اینجام رسیدم. تو الان کجایی؟ حالا تو دست منی. حتی اگه فولاد باشی تیکه پارت میکنم. ویدیوهای روح کجان؟ حواست جمع کن.
هارت کجاست؟ جو کجاست؟ جودی! هارت کجاست؟ قبل اومدنم قایمش کردم. میدونم تو کلک میزنی. منم اینو میدونم. کنترل شما دوتا دست روحه، مثل سگاش میمونین. دنبال پولی؟ از امروز با من باش. میذارم خودت کار کنی، رئیس باشی، به جای اینکه بخوای سگ باشی و خدمت کنی. اون پیرمردای کثافت زیادی همه چی رو کنترل کردن. باید دخلشونا بیاریم پسر. ببینم نظر تو غیر از اینه؟ تعدادی ویدیوی ناخوشایند که شامل کارهای غیرقانونی در تمام شبکه‌های اجتماعی چین منتشر شده. مقامات پلیس معتقدند که منبع این ویدیوها کیو جینگ جون، رئیس یه باند خلافکاره. کیو جینگ جون در حال حاضر فراریه. تلاش‌ها برای حل پرونده ادامه داره. کیو جینگ جون که با نام روح نیز معروفه، 49 ساله است و اهل دهکده پیکاک در شهر ژینگانه. هر کس اطلاعاتی از اون داره لطفاً به مقامات پلیس محلی خبر بده. اون آدم خطرناکیه. جو، ماشین رو فروختم. عجله داشتم. پول زیادی نگرفتم. برای فردا بلیط گرفتم. طاقت بیار. بریم بیمارستان. بریم. طاقت بیار. بیمارستان. طاقت بیار. هنوز جرأت داری بیایی دیدنم؟ تو اون کارو با هوا کردی؟ کار من نبود، وگرنه نمی اومدم. میدونستم منو میکشی. فکر کردی الان نمیکشمت؟ یه بچه تازه وارده که اسمش جینگه، پسر خانده هوانگ یوفا. باید تو را میکشتم. همه تو ناشقلین. جیگونده، لطفاً یه کاری برام بکن. امروز جونم دست توه. وقتی محتواشو ببینی میفهمی هواشون توه. آهای، ببخشید که مزاحم قرارتون شدم آقایون. عوضی از یه پیرمرد میترسی؟ تمام نوچاتو با خودت آوردی؟ چطوره که بذاری دوستم بره و مردونه اینو با هم حل کنیم؟ صبر کنید، من همینجا جانگزیو کشتم. هر کی بخواد بمیره دخل اونم میارم. پس پیجی گنده تایی. بسیار خوب، حالا میخوام ببینم که گلوله هات از افراد من بیشترن یا نه.
چی شده؟ حالت خوبه؟ واسه پشت خوبی؟ از اونجایی که ژوگوژو مدارک زیادی علیه هوان کیوفا جمع کرده، کمیته تصمیم گرفت ژوگوژو و کویتی چون رو دوباره استخدام کنه. اونا تحقیقات جرایم اقتصادی خاص رو هدایت خواهند کرد. هوان کیوفا شخص پشت پرده اداره شرکت دیرونگ باوه. تنها در طی 1 سال شرکت سود زیادی با فریب اشخاصی نامشخص به جیب زده. حدود 30 میلیارد از سپرده‌های افراد مختلف به دست آورده که 4 میلیاردی که قبلا کشف شده تنها نوک کوه یخه. مظنونین اصلی شرکت در حال حاضر فراری هستند. رئیس گو دستور داده به سرعت اقدام کنیم تا حلقه جرایم شرکت دیرونگ باو رو قطع کنیم. در این چی کار میکنی؟ کمیسر چو ما توی مأموریتی. چه مأموریتی؟ یه مأموریت ویژه. نمیتونم فاش کنم. کسی بدون مجوز به پرونده دیرونگ باو دست نمیزنه. منتظر دستور بمونین. دستور از کی؟ یادت نره که تو فقط فرمانده تیم عملیاتی. من ارشد تو هم. پس بهتره به حرفم گوش کنی. این اشتباهه. من فرمانده این تیمم. منم که اینجا به همه دستور میدم. افسرا اگه به دستورات اون گوش میدین اینجا بمونین وگرنه با من بیاین. ای تو چطور جرأت میکنی به دستورم گوش ندی؟ رئیس گول از کارش مرخص شده. کی؟ لینن کمیسیون بخش تصمیم گرفته که از امروز چو دونگانگ رئیس این اداره باشه و پرونده دیرونگ باو رو به دست بگیره. تمام شماها توی جرایم اقتصادی باید ازش اطاعت کنین. فهمیدی؟ فهمیدم! به حرف ارشدت گوش کن. یکی رو تو جنوب پیدا کردم که میتونه پولا رو 3 روزه به خارج منتقل بکنه. به جز پول بلوکش شده چیزی از دست نمیره. چو دونگیانگ میتونه 3 روز صبر کنه؟ 3 روز دیگه حمله نهایی رو انجام میدن. افتخارش به اون میرسه. اونقدی بهش پول دادیم که تا آخر عمرش بی نیازه. حتی اگه به فکر خودش نباشه باید به فکر پدرزنش باشه. اتاق 11 کجاست؟ مستقیم سمت چپ. سرترین و دورترین مکان رو انتخاب کردی. بشین. خب قضیه چیه؟ وقت تصفیه حساب شده؟ اونجا نمیشینم. این ور راحت ترم. از دست قانون دور میمونم. نوشیدنی؟ حتما. فقط یکم. پن راجع به زنت شنیدم. باور کن کار من نبود. متوجه شدی؟ هر کی به هوان یوفا نزدیکه و یه چیزایی میدونه عاقبتش ناجور میشه. مثل روح یا دونگزی. بعدی تویی. اون وقت یعنی چی؟ میخوام بهت یه شانس بدم. به عنوان همکلاسیت میخوام زنده بمونی. ژنگونگ مینگ، تو دبیرستان میگفتی میخوای حقوق بخونی. هر بار بعد از مدرسه از جلوی دانشکده حقوق رد میشدیم و تو شعاراشو میخوندی. تا الان یادم مونده. شمشیر قانون را برافرازید، تعادل را حفظ کنید، جهان را از اهریمنان آزاد کنید، قداست قانون را حفظ کنید. هر کی یه مسیری داره. منم فهمیدم که فقط یه جور تاجر هستم. حالا بذار بهت بگم، من همیشه
میخواستم پلیس بشم. آره و تونستی. یه پلیس خوب. تمام پولی که بهم دادی از جمله کمیسیون های زنم همه را نگهشون داشتم و تک تکشون ضبط شدن. تمام اون پول رو تحویل دادم و پلیس هم اونا رو تاییدشون کرده. رئیس تو هوانگ یوفاه؟ آره. چرا هوانگ یوفا رو به پلیس لو دادی؟ کلاهبرداری مالی آنلاین سود خوبی نداشت. هدفش انتقال پول به خارج بود. مدرکی از دخیل بودن هوانگ یوفا داری؟ تک تک نقل و انتقالات ثبت شدن. این صدای تو بود دیگه. چیزای بیشتری هم روی نوار هست، اینو بدون. فکر کردی یه نوار تقلبی مسخره مثل این مدرک به حساب میاد؟ نکنه شوخیت گرفته. باید هوانگ یوفا باورش کنه. اینا رو از پزشکی قانونی گرفتم. اونی که کلش ترکیده کله بیلیه. اونی که چاقو خوردم جناب روحه. تا من میخورم وقت داری نگاشون کنیم. هم کلاسی دوستای خوب هیچ وجه کلک نمیزنن. غلطه. به خاطر اینکه دوست منی خواستم امروز بیای اینجا. اینو خواهیم دید. خیلی خوب بگو. میخوای چی کار کنم؟ درست گفتم. چطوری؟ بهتری؟ بهترم. اینو بخور. آره خوبه. من کل این ماجرا رو شروع کردم چون یه پلیسم. لازم نیست بهتون بگم وظیفه پلیس چیه. میتونین خودتون با چشای خودتون ببینین که این عوضیا چطور دارن پول دولت و ملت رو میدزدن. همینطور مستمری مردم عادی و پسندازهای چند سالشون رو ازشون کاملا دزدیدن. فهمیدین؟ همشون تا کشتی بخرن، هواپیما، ویلاهای لاکچری، چون زیاده خواهن. چطور باش کنار میایین؟ ما پلیسا خیلی قدرتمندیم. اصلا قدرتمندم به نظر میاییم، اما واسه اون عوضیا دقیقاً چی هستیم؟ واسه تغییر اوضاع چی کار میتونیم بکنیم؟ هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، چون بیارزه ایم، بیچاره ایم. من چندین سال تو این کارم. هر روز پر از دروغ بوده. دروغای مظنونین، دروغای شاهدین برای دفاع از خودشون، مجرمایی که بقیه مجرما رو لو میدن. اعتمادی که داشتیم برام مهم بود. روز اول کارم ارشدم بهم گفت نمیتونم حتی به چش خودم اعتماد کنم، چه برسه به بقیه. فقط میتونی به قانون و مدارک اعتماد کنی. افسرهای زیادی همراه هم جنگیدن، کنار هم. خب چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چند نفرشون مقابل پول تسلیم شدن؟ واسه همین به خودم گفتم تا اینو حل نکردم به کسی اعتماد نمی کنم. فقط نتایج مهمه. فقط به قانون اعتماد دارم. قانون آخرین خط دفاعی کل بشریته. گوش کن کای، تو این دنیا جدا از قانون، اصول و قواعد اخلاقی هم وجود داره. بدون این اصول عدالت وجود نداره. جیگانده، در مورد برادرم اون کار واسه خودم کردم، ناامیدت کردم، واسه همینم تا ابد بده کارتم. اما اون حین انجام وظیفه فداکاری کرد. ما چرا وظیفه نداریم که مأموریت اونو کامل کنیم؟ بچه‌ها، میدونم من شما رو درگیر این ماجراها کردم،
وقتی تموم بشه زارو میزنم و تقاضای بخشش میکنم. عزیزم چرا هیچ وقت خونه نیستی؟ رابطه خاصی داری؟ مامان رابطه خاص چیه؟ یعنی با یه نفر دیگه بودن. تو با کسی هستی؟ به هم بگو. یه روز لین نان رو دیدم. هوانگ یوفا حسابی آماده شده. اداره این تیم ویژه رو ساخته تا بتونیم قلعه هوانگ یوفا رو قدم به قدم نابودش بکنیم. ما خط مقدمیم، مطمئن باشیم. ما خط مقدمیم. محافظین مقدس، اگه بتونم کشور رو ترک کنم قول میدم براتون یه معبد بسازم. فعلا باهاتون ودا میکنم. بدرود 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 بدرود. شنیدم داری میری. ببینم اون ویدیوها رو تو پخش کردی؟ روحم تو کشتی نه؟ من نبودم، یکی از ناچه هم بود. من نگاه کردم. اما خبرش همه جا پخش کردی. هدفت چیه؟ منو ناامید کردی. چطور تو رو ناامید کردم؟ هاردو پس گرفتم. تو میخواستی روح بمیره، منم کشتمش. الانم هر کاری بکنم به خودم مربوطه. خب بگو چی میخوای؟ منو نگاه کن، خوب نگاه کن. منو شناختی؟ منو نمیشناسی، اما بابامو چرا؟ اسم بابام چی بود؟ بهم بگو ببینم اسم بابام چی بود؟ دونگزی. بلندتر بگو. دونگزی. این همه سال کنارت بودم اما منو نشناختی. چرا؟ چون هیچ وقت به چشمم نگاه نکرده بودی. من باباتو نکشتم. اما میدونی اون چطوری مرد. میدونی اون چطوری مرد. نترس، پدر خوانده. اگه شماره و رمز حساب خارجی تو به هم بگی نمیکشمت، حتی ازت محافظتم میکنم. بگو تو عشق منی. گیگانده وانجینگ رو تحت نظر داره. جینگ الان با افرادش از خونه هوانگ یوفا خارج شده. از جاده جدید به سمت بندر میرن. بیام با هم بریم. لیو برو به خونه هوانگ یوفا. رئیس، هوانگ یوفا مرده.
بریم اون بی شرفا رو بگیریم. بیاین. جینگ یکم جلوتره میرسونیمتون. لیندان بگو با هوانگ یوفا رسیدگی کنه. زود باش. از اون آشغالا جلو بزن. باشه. را بیافت. حواست به اون کثافت ها باشه. ببین کجا میرن. چه خبره؟ اونا دارن میرن سمت کارخونه قدیمی. بگو بقیه هم برن اونجا. مراقب در ورودی باش. رفقا جیگانده ممنون که اومدین کمک کنین آدم بده رو بگیریم. حرف ندارین. کمک کنید اون عوضیارم بگیریم. آروم. چه خبره؟ شما مراقب ورودی باش. ما میریم سراغشون. کسی داخل نیاد. همینجا بمونید. حالت خوبه؟ آره. بی همه چیزها را میگیری.
لیا باقیشون با شما. باشه. دخلشون رو بیارین. ببینم تو پسر دونگزی؟ آره، من پسر گنگ دونگزیم. اسمم ژینگه. به خاطر شما روح و هوانگ یوفا توی 4 سالگی پدرمو از دست دادم. حالا افتادین دنبال من. چندین سال کنار هوانگ یوفا بودم، براش خون ریختم تا بتونم همه شما لعنتی ها رو بفرستم به جهنم. پدر درگیر مواد شد، معتاد شده بود، یه پلیس رو کشت، به حقش رسید. راهش رو ادامه بدی تا مثل اون میمیری. میمیرم؟ آره، اما قبلش کار شما رو تمام میکنم. اون وقت دوباره متولد میشم. بیای! جیگانده شمشیرا بیا بالا بگیرش. نیروی کمکی پلیس تو راهه، تکون نخورید. تکون نخور، حرکت نکن.
چرا باید این کارو میکردم؟ رئیس شاه و رئیسگاه چاره ای نداشتن. امیدوارم درک کنید. قربان. ماجرا زیادی کش اومده. میدونی اون کی بود؟ معلومه که میدونم. پدر شوهر چو دونگیانگ. رئیس از چو دونگیانگ داره بازجویی میشه. رئیس جواب خواست اینو به شما ستا بگم. ادامه میدین یا بازنشسته میشین؟ بازرس لیو. رئیس لین. معاون لین. این کجاش خنده چه غلطی میکنی؟ بعد از چندین ماه تلاش پلیس ژینجان، پرونده بزرگ اقتصادی هوانگ یوفا حل شد. اکثر پولهای کثیف ردیابی شدند. ژینگ با اتهاماتی سنگین بازداشت شد و منتظر محاکمه است. چون دونگیانگ توسط واحد بازرسی انضباطی مورد بازجویی قرار گرفته. قربان. جلسه داریم. بله قربان.